یک پدیده است که میتونه تغییر بده یک سیاست یک مملکت توسط سینما تغییر بده. من فکر میکردم که حتما این فیلم برای تاریخ میمانه. دیگه شد و یک دردی از راستی برای خودم که اینطور یک اثر ما نتونست که بیرون برای. من میتونم بگویم که بر سینمای افغانستان یک گلدن تایم بود. چون سینما به امکانات ضرورت داشت، لذا اکثر فیلمایی که در او زمانه ساخته شدن فیلمایی بودن که مخارج از او را از طیاره گرفته تا توپ تا تانک تا هر چیزی که ما کار داشتیم برای ما مهیا بود. یک دوره، یک حاکمیت علاقه داره که مثلا وقتی که دوره ختم میشه و نمو حمایت از او سینما و از او کارگردان ها وجود نداره. هیچ از این تصاویر از این یک لحظه هم از زندگی خود دور نبودیم. بسیار برای مایوس کننده بود. شما با F-16 و با تیارات بسیار جنگی دیگه مثل مک و این و آن که شما با یک فیلم بسیار خوبی